یا دیگه دوستا وطنی است. بازم هنوزم سعی کنین که ای یه هنوز یک بخشش است. پارادایس ای چی داره؟ آلوویراس. ای از کدام شرکت باید باشه؟ زلال موفق که هم شامل امو کالوری های انرژیزا هسته. ای دوستا آلوویراس. ای باید چیز فوق العاده عالی باشه و بی‌ضرر باشه. پرواز هم دوستا انرژی درینک است و های پرفورمنس. ایران دارم راست میگن. خب ایران دارم یک دانه از یزی بگیرم. خیلی زیاد است دیگه. در بخش رونیا بعدن میایم هایپ بگیرم دیگه. پرفکت هم است. این دو از این سعی کنن یا کلش تولید افغانستان است بیت بگیرم یا انرژیست. نمیفهم در کدام کشورها از یا رسیده طرفای شما هم هست نیست. یعنی جنسنگ از دلکوزه است. پارادایس دیگه براتون بگیرم یک دانه هیت. سفارشتان بگن که چی روان کنم در کامنت ها نوشته کنه که براتون چی بگیریم. خب چیزایی که مانده باز بعداً توضیح میدیم. خب بریم سر پرواز ببینیم که مسئول کدام شرکت است. هرات شرک صنعتی نوشته کردن میدن افغانستان شرک صنعتی و هرات اندستریال میدن افغانستان. ماهان شرکت تولیدی و صنعتی نوشابه ماهان و تاپی. پرواز های پرفورمنس انرژی. یک دیزاین جالب داره دوستا. و میریم سر موضوعات اصلیش که نیاسین داره 8.5 میلی گرم، ویتامین بی 6، ریبولوینا ویت بی 2 0.70 است و ویتامین بی 12. قیمت ازی چنده؟ 20. این دوستا در کلاس 20 فروش است. 20 فروش. خب بریم سر اکسران که میتونیم بگیم تقریبا شکل و شمایل انرژی الکوزای داره. اکسران انرژی درینک بریا کلا مور پاور و تیورین یخ بنوشید نوشته شده. خب این هم خوب است که در فارسی نوشته است. مقدار کافین بالا 32 میلی در 100 میلی برای خانم‌های باردار و برای افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی با حساسیت به کافئین مجاز نیست. آب گازدار، شکر، دکستروز خواهی ترکیباتش از دوستا. کافئین سی است. تضمین کننده اسید. خب بسیار خوب نگهدارنده. هرات افغانستان شرک صنعتی فاسیوم زنبق 2. تاریخ هم گفتن به قف کوتی نوشته است. تاریخ هم 7/5/2026 تا 16/11/2027. خب تاریخ آمده اینجاست. بریا کلات طرح بسیار جالب داره. هم با پشتو نوشته کردن هم فارسی هم انگلیسی. خانه تان آباد خیلی توضیحات کامل دادن دی انرژی. میریم سر پرفکت. این پرفکت جنسنگ از دیگه دوستا تقریبا مشابه به او. لاو ادیشن فاست اند ایزی پاور. از کدام شرکت است؟ پرفکت کلا افغانستان. خب این خیلی خرد نوشته شده. این خواندن نمیتونم. من خونه میتونم دقیق ببینم به خاطر از اینکه خیلی نوشتهش توتال فاتو بیاک بیشش بی 12 دوستا این قسمت نوشته شده ولی طرحی جالب کردن. جنسنگ و ای بدون شکر نیست دوستا، شکر خود داره. میریم سر جنسنگ الکوزای انرژی که ما عکس ریشه رو اینجا انداختن دیگه. رنگش رنگ بندی جالب داره. اینجا زیاد نوشته داره که عربی و انگلیسی و خیلی چیزا نوشته است و عربی زیاد نوشته داره دیگه. زیادتر عربی دی نوشته شده و دی قسمت خوب بیخی روسی نوشته داره. بیره خب ما نمیتونیم بخونیم. فیلد بای الکوزای کلا پرودکشن کمپانی کابل افغانستان. دفتر کابل زدن، دفتر دبی و 250 میلی. قیمت ازی چنده؟ خب قیمت ازی 30 روپه دوستا. پارادایس 20 روپه، 30 روپه. این دوستا چیسته؟ این رانی کربوهیدراتش 13 است. 10 میلی گرم سودیمش است و
پروتئین 0.2، فت 0.1 و شوگر 11 میلی گرم است. مکمل کمپانی زلال موفق ساخته، سی فروش از دوستا. رانی تاریخ هم دیگه قسمت است. خویی شد انرژی میره سر وکتور. وکتور رنگ سیاه، طراحی جالب داره. چند میلی است؟ 200. نه دیگر اندازه از در کجا نشته است؟ چقدر وزن ازی؟ 300 میل از دوستان اینجاست. 300 میل وکتور انرژی و یک قسمت روسی نوشته داره. اینجا نوشته است فرداد اندستریال CO، یکی از فرداد کلاس و انرژی جالب است. فرداد کلا، مسئولی از فرداد کلاس این قسمت نوشته است. دیگه براتون بگم که باید این کافین از بالا باشه. بریم طرف کافین. چند میلی است؟ شوگر رو در قسمت بیایم. در انرژی 210، پروتئین، نیاسین، ویتامین B6 B12. کافین 35 میلی گرم. گفتم کافین از بالاست، یعنی بالاترین کافین دوستا در انرژی های فیلی وکتور داره که ما 32 داشتیم، بازم 32 ولی 35 است. مسئول فرداد کلا، ولایت هرات، شرک صنعتی. میریم در هایپ. انرژی هایپ که یک طراحی خیلی متفاوت داره در بین کل انرژی ها، خیلی متفاوت است و دیگه همو گفته تمرکز کنن، انرژی بگیرین و دوش کنن. خب هایپ انرژی درنگ مسئولی از شرکت کمپانی پامیر کلا. پامیر کلا افغانستان و آدرس دبی خودم زدن. این خارجی باید باشه نه؟ Manufacturing company پامیر کلا under license from HMM and International DMC دبی. خود تحت لیسانس خارجی است دوستا. کافین چند میلی داره کافین ازی؟ برم 32 میلی گرم. 32 کافینش هست و دیگه ترکیباتی که داره. و یک چیز از دوستا که انرژی های طعمش متفاوت است نسبت به دیگه انرژی ها. 184 کیلو کالری انرژی داره. کربوهیدراتش 10، شوگرش هم 10، 0.23 گرم همو سالت یا نمک که استفاده شده. ویتامیناش نیاسین، پانتونیک اسید، ریوشن B6 B12. خب یا هم شده از انرژی های. چی مانده از پیشم دیگه؟ ایتا گرفتم پارادایس هم از اول شروع کردیم. بیت نشان ندادیم. بیت یعنی بیت انرژی درنگ B1 B6 B12. کافین ازیده کجاست؟ خب میدن افغانستان شمس کلا، از کمپانی شمس کلا هست. و دیگه براتون بگم که کربوهیدرات انرژی 195، فت و شوگرش 0، کربوهیدرات 11. این چی است که بدون شکر گفته شده؟ جالبه. شکر 0. پروتئین، ویتامین، نیاسین B1 2 میلی داره و 8 میلی. شمس کلا هرات. طراحیش هم جالب است دوستا. رنگ میتونیم بگیم برنگ میشه رد بول و همچنان رنگ مشابه از این دیگه هت همین رنگ هست. خب دوستا خسته نباشین. این خوش شد از این یخچال ما که یار نشان دادیم براتون. شاید یک تعداد بگن که اگه یار تست کنی یا قرار باشه ما و شما در ویدیوی بعدی یک کار میکنیم دوستا. این ویدیو را شما میبینین، اگر استقبال کردین برای ما پیسه روان کردین. یک دانه رو تست کنم ببینم چطور از خیلی پیسه میشه هر کدام از. خب 30 فروش، 20 فروش، 30 فروش. و یک چیزی که من دوستا از پیشم بگ بیار که مارک جرمنی هم دی زده است به حساب بیرق جرمنی بگ بیار. این کجایی باید باشه؟ جرمنی است دیگه. خب بیرقش هست دیگه. دوستایی که در جرمنی بیننده ویدیوی ما هستین گپ بزنین. یک چیز از شما میخوایم پرسان بکنم که آیا از این در جرمنی است یا نه؟ واقعیت رو بگین. در سوپرمارکت ها دانه چند است؟ دانه چند است بگ بیار؟
30 افغانی از اینجا، نمیفهم چند یورو میشه. و انرژی از از دوستا 52، پروتئینش 0، کربوهیدرات 12 شیرین و 12 شوگرش از شوگر از 12 از دوستا، شوگر بالا داره. دیگه بیاک بیشش بی 12 داره. www.bigbeardrink.com یا انرژیش از 250 میلی و 30 فروش است، یعنی به 30 افغانی شما میتونین که یک بیگ بیار در افغانستان بخرین. خسته نباشین دوستان، تا یک تصادفی گفتم بیایم شما ببینین که در یخچال‌های افغانستان در مثلا دکان‌های محلی دیگه یک دکان خرد سوپرمارکتی است که در لب سرک است، این قدر انرژی در اینجا چینده است. شاید هم چند مدل دیگه نباشد، اگر ناورده باشن مدلایی بود که ما و شما یک تست کردیم همراهتان. بیاین در یخچال چی است؟ خب یاد از یاب میوه 5 فروش بخیر که هم مسئول از شفا سوپر کلا باید باشه، درست است؟ پامیر کلا، یه از پامیر کلا است، تولید خود افغانستان است. دیگه براتون بگم هرات آیس کریم و از نامش معلوم نرسید، پامیر هرات آیس کریم، این از هرات آیس کریم است، نام برندشون به نام پامیر است. اینی هم هرات آیس کریم است، یا مسئول خود افغانستان است، شرک صنعتی که به و چیک بسته‌بندی مقبول کردن. از یاد هر چقدر میخورین بخورین، ضرر نداره. خب دیگه دوستا یادتان است اون از 5 فروشکای یخکی از واسی یادن 5 فروش نه 10 فروش، ببخشید ما 5 فروش گفتم، 10 فروش لالای محکمه. یا خب یار یخ زده چه رقم میخورن؟ هم تو یخمک میخورن. یعنی دوستا یخ زده مزه میتن؟ چه رقم مزه میتن؟ هم تو یخکی یارا ما نخود خورده بکنه، نه زور ما نمیکشه. خب دوستا بیاین دیگه یخچال چی داریم؟ خب اینجا داریم دوستا آب میوه شفا، مسئولی از پامیر کلا که پکینگ و بسته‌بندیش فوق‌العاده عالی است. 10 فروش آب آپک معدنی اپک. ای از کدام شرکت؟ اپک نام شرکت باش پیدا کنم دوستا. میدن افغانستان، ساخت افغانستان نشته کردن دیگه. شرکت والکام افغان است، چی هستم که چیز نشته است، نتونستم بخونم، اینجا نشته بود. خب خیر دوستا توش نشدم یک اینجا، بعض دوستا میان دیگه اینجا میشینن. واقعا دوستا عالی است، بسیار خوشمزه است. آب معدنی آپک چند هستی؟ 10 فروش دوستا، واقعا کیفیت شاد است. خب بیاین دیگه چی چیزاست اینجا خلاص شد نه؟ به به اپی انرژی درینک سوپر کلا. و اینی یک چیزی از دوستا که در این روزا زیاد میخورن چون هوام گرم است، باید ویتامین سیش بالا باشه. مسئول کدام شرکت است؟ ساخت افغانستان خواست بریا کلا یک چیز خاص جور کردن خیلی خوبش است. دیگه یک طعم عالی داره، اکثریت جوانا و نوجوانا میخوره، چند طعم داره و همین طعمش از زیاد استفاده میکنن. ساخت افغانستان، شرک صنعتی بریا کلا، ای و آلویش هم میگن زیاد میخره. این نمانده دیگه، تنها همی چشم مانده. قیمتش هم 10 فروشه، یا هم 10 فروشه. آب انار شفا یا کلش ساخت افغانستان از دوستا. بیاین این طرف بریم همراهتان در بخش 10 فروش ها. گلدن لایف 10 فروش، سوپر کلای 10 فروش که اینجا میبینین، یا دیگه به خاطر بعد از غذا دیگه. و یک انرژی که به اندازه طرفدار داره. تو براتون بگم که خان و غریب و پیسدار و والی و خالی و یوتیوبر و انفلوئنسر و خلاصه کلام تو نفر نیست که از این نخورده باشه. چی از این کاماندو انرژی و 10 فروش است. یک وقت خیلی علاقه من زیاد داشت و
یک دفعه خیلی استفاده میکردن. دیگه آخرین موضوعی هم که میخوایم براتون بگم همی است. ویدیوی بعدی رو دوستا اختصاص میتیم به بخش کیک باب که کدام کلچه و کیک در هرات تولید میشه و چی خصوصیات داره. این ویدیو دیگه دیدین که شامل چند یخچال، چند مدل انرژی و مامنه دوستا و خیلی گرم است. تقریبا 38 تا 40 درجه گرمی است. صبح میگن این میرسه به 40 42 و به مو خاطر یادم آمد از نوشیدنی ها و یا دیگه چطور بود یخچال های افغانستان، انرژی های افغانستان. دوستایی که علاقه به انرژی دارین و مخصوصا بیرون از وطن استفاده میکنین کامنت های شما رو میشه داشته باشین. در شروع ویدیو هم گفتم قطعا توصیه نمیکنیم کسی را برای خوردن یا نخوردن و این مارکت نوشیدنی را با هم دیدیم. تشکر از همگی شما. تا ویدیوی بعدی خداوندی ها رو نگهدار.